که لحظه های پرشور و پرشادی بزکشی را براتون به تصویر بکشیم. لطفاً تا آخر ویدیو ما را همراهی بکنین. همچنان در لاولایی مسابقه بزکشی یگان پهلوانای خوب هم تا تایت رای تگیر میکنیم که براتون مصاحبه بکنه. ما را همراهی بکنین. دوستان عزیز، یکی از پهلوانای عزیز داریم در کنار خود، به نمرایشان معرفی شویم. سلام پهلوان صاحب. خوب هستین؟ خسته نباشین. نامتون چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جان پهلوان عتیق رساق اسم از ولسوالی رساق ولایت تخار. پهلوان عتیق ما یکی از پهلوانای نامدار و قهرمان در بدخشان به نام پهلوان عتیق داریم. خیشای میشه. خیشایتان میشه. زرگوس سرچشمه هستن. بسیار خوب. پهلوان صاحب قصه بکنین چی شد چی نشد امروز در میدان؟ جشن نوتیس ولسوالی رساق در هر سال در سال نو ماه حمل برگزار میشه و سه جشن نو بین ولسوالیا و ولایت‌ها سه ولسوالی از جمله ماورای کوکشه و ولایت‌ها مختلف در جا حضور پیدا میکنه. بلندتر کمی صحبت کنید. در جا حضور پیدا میکنه، در جا بزکشی میشه و پهلوانی میشه و دیگه اینجا مردم مجلس میکنن، مردم بسیار عزت بسیار بخشونده سه بقهرمانی بخوی میشه. این بازی ها به مدت چند روز برگزار شد؟ با مدت سه این برگزاری جشن از روز شنبه شروع بود که متاسفانه زد دو روز در جا باران و بارندگی شده دیگه بارندگی نشدن. اینا فعلا دو روز طوال در جا جریان درسه. مدت از 5 روز میشه دو روز بارندگی شد، این دو روز در جا بزکشی شد. پهلوان صاحب چند بس خودت امروز علال کردی بازی در میدان کلایی بود، بردباغ بود، چطور یک رقم؟ بسیار زحمت بسیار همه دوستای برادرای ما از ماورای کوکشه از ولسوالی خوجابادی، ولسوالی ینگ قلعه، ولسوالی درقص با هم جوار کامتم از ولایت تخار سه در جا حضور پیدا کرده بود. در حضور اینا بسیار زحمت کشید، زحمت‌های خود دیگه کشیدیم دیگه متاسفانه. خدر بزلال کردین؟ امروز تقریبا 4 بزلال کردیم دیگه. در اخر لاک هم بسیار زحمت کشیدیم دیگه متاسفانه دیگه. برای من جالب است همین حلقه‌ای که شما باید حلال بکنین در یک جای بسیار بلندی است، دشوار نیست خیلی بس حلال دشوار است، بسیار جالبی داره. در مردم در مجلس در مردم ایجاد تماشاچی بسیار لذت بخش است. یک سوال من شما میکنم، در دیگه ولایات معمولا همین حلقه بزکشی یا حلقه حلال در یک جای هموار می باشد، چرا در رستاق ایتو در یک بلندی شده؟ رستاق یعنی سابق مانده است که جای حلال و جای بردباغ مشکل باشه، یک جای جای باشه که یک چالش باشه، یک ذره مردم هیجان باشه، یک ذره مردم دا دیگه لذت بخش باشه. قربانت پهلوان صاحب، خسته نباشی. اگر گفتنی دیگری باشه میشنویم. سلامت باشین. در وطن عزت، همت، غیرت، آبرو، خوشبختی میخوایم. شما مایه افتخار و چه میگن قهرمان هستین خلاص. ان شاء الله بزرگ پروردگار خدا بگیرم. خیر سلامت باشین. شکر بخیر باشین. شکر. عزیزای دل آمدیم بعد میدان بزکشی ولسوالی رستاق ولایت زیبای تخار. این میدانی بزکشی به نام چی یاد میشه؟ دشت خوشخانه آمدیم. قرار است که بازی ملی عنعنوی اینجا آغاز شود. آمدیم که لحظه های پرشور و پرشادی بازی را براتون با تصویر بکشیم. ما هم همینجا شدیم که بازی را تماشا بکنیم، شما هم در برنامه ما را همراهی بکنین. ان شاءالله که لحظه های همون پرشور و همون لحظه هایی که چاپ اندازا حلال میکنه را براتون بعد تصویر بکشیم. و یک چیز فراموش نکنیم که حضور مردم خیلی پررنگ است، همگی آمده از نقاط مختلف به سیلی بزکشی. کاکا جان سلام بر شما. سلام. خوب هستین؟ شکر. شما از کجا آمدین به سیل بزکشی به اینجا؟ ما از ینقله آمدیم. ینقله مربوط کجا میشه؟ ینقله مربوط تخار میشه. تخار. علاقمند هستین دیگه؟ شکر الحمدلله. چی کردم چاپ اندازه مورد علاقتان امروز حلال کرد نکرد؟ حلال کردن چاپ انداز عبدالرشید فرزند
ارباب کمال الدین علال کرد احمدالله خان خوشحال شدی دیگه خوشحال شدیم. برش کف زدی راستی بسیار خوب تشکر از شما. نام شما چی است کاکا؟ عبدالبصیر رسولی رستاق. خواه شما مرسوز استاق هستین. بله سر. آمدین به سیلی بزکشی. بله، بله. بسیار خوب. از شما چی رقم چوپ انداز ما؟ چوپ انداز مولی رقمون کیست؟ کمپیرکش. خواه علال کرد؟ علال که داخل اولاغ گرفت. باز روزی که چوپ اندازه موردی علاقه شما الان نکنه خفه می باشین فکر ای کنم. 100% دیگه 100%. بسیار خوب. تشکر از شما. سلامت باشید. چی هستن؟ بسیار مردم خوشحال هستند، بسیار امنیت تامین است، بسیار خوب هستند. 100%. بسیار تشکر از شما. لذت ببرین از دیدن بزکشی. سلامت ما هم میبینیم بزکشی رای زایدال، شما هم بیننده باشین. خوش آمدین. بازم در کنار خود رئیس بزکشی تخار داریم، کسی که این بازی ها را برگزار کرده. امروز آمدیم به خیر میخوایم امروزشان دیدار و یک چند کلمه گپ داشته باشیم، شما ما هم ما را بیننده باشین. خب سلام بر شما. سلامت. وقت شما بخیر. تشکر. زنده خوب باشین. هستین؟ زنده باشین. روزا بخیر میگذره؟ ان شاء الله بخیر میگذره. سوال اولی ما همیست که اما قدر مردم از کجا شما جمع میکنین در میدان؟ خیلی خودتان فکر بکنین دیگه. علاقمند هستن. علاقمند هستن. بسیار خوب. نام شما چی است؟ پهلوان قدرت الله. چقدر سال میشه که به صفت رئیس بزکشی 40 تخار سال هستین؟ میشه. 40 سال. 40 سال میشه. هم چوانداز هستم هم رئیس هستم. چقدر اسب دارین؟ فعلا ما 500 اسب داریم در بلوچستان. 500 دانه. نه شخصی که خودتان داشته باشین؟ شخصی خودم یک تا دارم. یک دانه. بسیار خوب. 40 سال میشه که بز میکشین؟ 40 سال میشه بز. و بازی بزکشی را حتما میکنین؟ میکنیم. در میدان هم در هستین؟ میدان هم هستیم. بسیار خوب. یک ولی- خاطره جالبتان بگوین از بزکشی. چه خاطره جالب دارین؟ یعنی یعنی که در مقصال که بزکشی کردین گاهی سری اسب افتیدین افگار شدین نشدین، یگان خاطره خنده‌دار براتون اتفاق افتاده یا خب طبعا دیگه نظری هست که یگان تصادم میشه و پای آدم از این زنگو خطا میخوره آدم میافته. بله بله بله. اونم تو کارا را داره. بیاین سر بازی‌های امروز صحبت بکنیم. بله. بگوین که بازی‌ها با مدت چند روز برگزار میشه و هدف از راه اندازی این بازی‌ها چی است؟ هدف از راه اندازی به خاطر یک خوشی و میله ولسوالی باسانی رستاق است. چند روز برگزار شد؟ 3 روز. 3 روز. 3 روز. و ادامه هم داره. نه ادامه امروز ختم. امروز ختم بزکشی بود. بسیار خوب. بازی که شما معمولا برام میندازین گلایی است یا یکی برد باخت است؟ برد باخت هم داریم، گلایی هم داریم. خوب بسیار خوب. باخت هم داریم. ما ولسوالی را با یکدیگر میپرتیم. در وقت‌های اخیر گلایی داریم. در وقت آخر شما نبودیم. بله. بودیم؟ نه خیر. نبودیم. نه بودیم راستی ها. آخر دم بر میشه، برمال میشه. جناب رئیس بیرا بگوین که امی گفتن که بازی ها امروز روز آخرش بود و فکر بکنم که فعلا در میدان بازی کرش برگزار میکنین. بله. کرش پهلوانی را. پهلوانی است. خب باز پهلوانی چند روز برگزار میشه بخیر؟ پهلوانی هم نمی فقط ساعت 5 بجه ختم میشه. روز آخرش است. روز آخر. باز رئیس کرش پهلوانی هم خودت هستی؟ خودم هستم. بیشک. همزمان هم پهلوانی میکنی و هم بزکشی دیگه. بزکشی میکنیم. بیشک. باز بزکشا کمرشون بسته است. از شما چرا بسته نیست؟ ما ولی وزیر سے همه تو کمرله میدوانم سه شلا دوانی نمیکنم. کمریلا چرا؟ یعنی یک دمی آدم آت میشه. بسیار خوب. بازی بزکشی که در راستاق تخار برگزار شد یک کمی شور بخورین این طرف که نمایتان یا تصویرتان در عکس در کامera بیاید. این بازیایی که در راستاق تخار برگزار شد به سطح محل و منطقه بود یا یکی از ولایت دیگر هم اشتراک کرد؟ از ولایت بدخشان است، از ولایت مزار است، از جوزجان است، از همین سالنگ طرف صفات شمال است. از بدخشان کدام پهلوان اشتراک کرد؟ از بدخشان پهلوان عتیق است، پهلوان نجیب شوگار شده پهلوان عتیق است، بیادرش بچه پهلوان زبیر است. بله. پهلوان است. و از رئیسا کسی آمده؟ از رئیس ها مشکلات
مشکلات داشتن مثلا عذر کردن که ما رسیه نتونستیم ما را ببخشین که ما پهلوانامون رو روی کردیم وگرنه دعوت کرده بودین دعوت دیگه. دعوت. بسیار خوب. وقت محدود است، فکر بکنم بازی پهلوانی را آغاز میکنین و ما خوب است که صحبت‌های ما را کوتاه بگیریم. شما دوام بکنید هر قدر که ما با سلامت باشین، تشکر زیاد، بخیر باشین. بیره بگین که دوری بعدی مسابقات بزکشی را در کجا برگزار میکنین؟ اینا خلاص میشه آخری سال است. این آخری سال. آخری سال. با دورای مرحله بعدی. دوره بعدی در بهار در تیرما میشه. تیرما. اما سالا یک سال چند بار بازی بزکشی را شما چی میکنین؟ اما سال است دیگه ما برگزار در می‌کنیم. هفته سه یک روز بزکشی داریم. یک روز بزکشی داریم. در همین دشت پشکار است. بازی میله بوری دیگه یک قسم یک کیف خود داره. شما با سلامت باشین. بسیار تشکر. از مشکلات میدان میتونین یک کمی بگوین؟ ما از مشکلات میدان بیاییم. خب بازی شروع شده. درست است. از مشکلات میدان کوتاه ما از بگوین. مشکلات بعد میدان از هیچ مشکل نداریم. ما تشکر میکنیم از امارات اسلامی که امنیتی ما را گرفتن. خانه شون آباد، خانه پدرشون آباد که امنیتی ما را گرفتن. آرامی بی‌طرف که ما بدون ترس راز ما میله خود برگزار کردیم. بسیار تشکر از شما. بازی هم شروع شده. بیننده های عزیز دعوت میکنیم که بازی کرش پهلوانی را بیننده باشند. درست است؟ بله سر. بسیار تشکر از شما. بیننده های عزیز شما بیننده پهلوانی باشید. عزیز پهلوان از فرخار. حدیث سلام یونس علی فرخار ولد تخار. صدای پهلوان از رسوالی رستاق. صدای فلان یونس علی رستاق. هیچ یک زورق داره چتن پای فول است. فرخار رستاق مقابله داره. ای برادر ماهی فرخار بسیار خوبش است. خارماهی است. ای فلوان نمیگره تکله بره. تاخت گفت اعلام میکنه بعد از دختر که زد به صبح است. همه چه تخت گو فلاشا تو نجا از زیگی سمیست از تلویزیون ملی افغانستانم یک جیان تشکر کی مهمانایی که دلتایم داره بلو کمره میری میکنه جان تفاوز همه منازی مردم مجاید پروری رستاق ولاد تخار یک جیان تشکر همیت از قمندان صاحب های رئیس ایمیت ونسوال صاحب جان تفاوز دستی آخر جان همه تو برابر مستی که نمیده هی در رئیس قدرت جانم رئیس فدراسیون بزکشی رستاق این آقا گذارم برای متاق آمده داره بود